الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظیم. خداوند در قرآن عظیم و شان می‌فرماید ما اون جمعه گذشته در مورد نقش مادر و جایگاه مادر در اسلام صحبت داشتیم. ادامه موضوع صحبت میکنیم که خداوند در قرآن می‌فرماید و پروردگار تو حکم کرد که بجز خودش دیگری را عبادت مکنید، یعنی در عبادت به خدا هیچ چیز را شریک نگیرید. بعد از عبادت خودش خداوند دستور میدهد که و به پدر و مادر نیکوکاری کنید، یعنی احترام و حرمت و عزت پدر و مادر را در جای خودشون بگذارید، به جا بیاورید احترام آنها را. اگر یکی از آنها، یعنی یکی از پدر و مادر یا هر دو نزد تو به کلانسالی رسیدن، یعنی به کهنسالی رسیدن، پس به آنها کلمه اف را مگویید، یعنی هرچی که خطاب کردن نگویید که پدر اف یا مادر اف. و بر آنها بانگ مزنید، یعنی به آنها صدا بلند نکنید و به آنها سخن نیکو بگویید، یعنی سخن زشت نگویید. چقدر زیادن مردمی که مادر را از دست داده اند، اما افسوس میخورند که چیکار، ما باید مادرمون احترام میکردیم، قدرش میدونستیم، اما افسوس کارهای دیگر نمیکند، چاره ندارد، که سودی ندارد این که مادرش را دوباره بیابد و به اون نیکی کند، با اون عملی کردگیش افسوس میخورد. و ما علینا الا البلاغ و السلام علیکم و رحمت الله.